ماتئوس کاستا رفت و برگشتش خیلی خوبه. به این راحتی اجازه نمیده که بازیساز اونجا شک بگیره. حرکت پا به توپ خوبی که استقلالی انجام دادن، بردن برای آسانی رو پای چپش خطرناک ضربه رو میزنه و دروازه باز میشه. حساب کار 1-0 به سود استقلال. بازم یاسر آسانی براشون گل زنی میکنه. از اولین موقعیت جدی که داشتن گل ساختن آبی پوشا و حساب کار رو 1-0 کردن. استقلال 1 مثل رفسنجان 0. گرسه توپ به آسانی خطرناکه، پای چپ قدرتمند و خلاقی داره و این بارم تونست برای استقلال گل زنی کنه. خیلی زود استقلالیا به گل میرسن. حضور ساپینتو قطعا میتونه تاثیرگذار باشه کنار خط. با هم ببینیم چه اتفاقی افتاد. از کنار دستان نیما میرزازاد عبور کرد. شاید همه فکر میکردن که با کات داخل پا بزنه به زاویه مخالف، اما موافق رو انتخاب کرد و